درود و صد سلام عزیزای دل. انشالله العزیز به امید خدا آموزش خوشنویسی را شروع کردیم. امیدوارم که مورد پسند عزیزان قرار بگیره و برای خوبان مفید واقع شونه. در نخست به نام و یاد خدا آغازگر میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که عزیزای دل متوجه شده باشین. بسیار آهسته کار کنید تا کم کم یاد بگیرید و هم دستای شما خوب حرکت کنه. عزیزای دل، ما یک خطی به نام خطی بر داریم. این رو ما به خطی بر فرض کنیم. حروف الف با اول از الف، برای اینکه بهترتر حسن خط ما بهتر شود و مقبولتر شود، باید از حروف الف با را همگیشه به طور احسن بنویسیم. بعد حروف ترکیبی کار کنیم تا اینکه زیبایی خط ما افزوده شده. عزیزای دل، ما در نخست از حرف الف شروع میکنیم. حرف الف که بالای خط بر نوشته میشه نمیشه که مثالی که اینتر الف نوشته کنیم. اگه اینتر کنیم اشتباهه، یا مثلا زیادتر پایین خط بر نوشته هم اشتباهه. بنابراین متوجه باشین بالای خط باید باشه. در نخست از طرف راست مستقیم عمود خط میشم طرف چپ. این یک الفی درست حسابی شده. ما یک حرکت را اینجا میریم که همون نشان بده که قلم چطور باید حرکت کنه. اول طرف راست، طرف چپ، بعد ختم هم طرف چپ. اول طرف راست مستقیم، بعد عمود مستقیم، آخر که ختم میکنیم طرف چپ. یک حرکت دیگه بازم میرم. اندازش هم به مقداری 3 نقطه باشه کافیه بالای خط. این هم از حرف الف. امیدوارم که کدام چیز را فهمیده باشید. سلام دوستای نهایت گرامی، ما رسیدیم به حرف نون. نون در اکثر اوقات که قسمتش بالای خط، قسمتش پایین خط برنوشته میشه. مثلا اما بعضی وقتی که مثال اگه تو نوشته کده میای خط تا آخر میرسه، اینجا جای باقی نمیمونه. اون وقت میتونی مثلا مهربان نوشته کنی. من مهربانش مثلا اینجا نوشته میکنم بان. یالا این دیگه جای باقی نمید. پس به جایی که اینجا نوشته کنی که آخر دیگه حاشیه هم از بین بره. پس بهتر است که هم برای زیبایی خط و هم برای که حداقل ما جای در آخرش نوشته کنیم. یک بعضی وقتا اینجا هم نوشته میشه. بعضی وقتا البته اگر ما را خطی برفرض کنیم، مثلا ما همی حرف بنویسیم یا همچنان است، این جگه یا نوشته کنیم واقعا جای میگیره، اما بهتر از این زی یا استفاده کنیم. بای یه هم زیبا میکنه و هم امزو کمبودی جای
از بین ماره چون دیگه نیاز نیه که برادر ما اینجا نشته کنیم در بالای خط نشته. دوستای نازنین این بار رسیدیم درس بعدی. هر اگه خط بر خط مستقیم فرض کنیم در حروف تا. بله یک الف دیگه اضافه میکنیم کوچکتر. تا و زا یک مانند است. این بار به حروف عین. بله این شکلی تخم مرغ بگیره به خود. مثلا اگر ادامه بدی ادامه میره بس است. عین و غین. غین هم همین مدل است. مرغ دخواه غین. این بار رسیدیم به حرف ف. ف. این بار هم به حرف قاف. قاف. این بار هم به حرف کاف و گاف. کاف و گاف. اگر یک از این خط بالایش گذاریم کاف میشه. اگر یک دیگه اضافه کنیم خط دومی نشانی گاف است. امیدوارم که دوستان نازنین متوجه حرکات شده باشین و حسن خیلیتون بهتر شود. دوستان نازنین سلام و درود. ما این را اگر یک خط مستقیم فرض کنیم درس ما رسیده بود به حرف دال. یعنی هم دال. زالم مانند همزی که فقط یک نقطه اضافه میشه. ری هم از ری. زی هم همچنان. ژی هم همچنان که فقط نقطه اضافه میشه. میرسیم این بار به حرف سین. حرف سین امو دندانک اول کسته کوچیک میه و دندانک دوم کلانتر. شما خوب نگاه کنید دقیقاً. بله حالا شینم که همین مدل است فقط یک سین و شین کشیده. بله همین مقدار. صاد و زاد هم همین گونه است. صاد یا زاد. امیدوارم که خوشتون آمده باشه و هر یک کدام چیز را فهمیده باشین. دوستان نازنین من می حروف الفبای فارسی را از اول تا آخر بنویسم. امیدوارم که مورد توجه قرار بدین همگیش. از طرف راست خطم به طرف چپ. ب ت و س و پ هم همون بود. جیم جیم چه خ هم همون بود. دال و زال و ر. ز ژ صاد زاد. سین شین. سین سین شینی کشیده. بعد میرسیم روی صاد و زاد. تا و زا. عین غین. ف قاف. قاف گاف. لام
میم، نون، واو، هگردک، هیدو ششمه، همزه، یا، یا تکرار میکنم. ایش ایکس. امیدوارم که این مورد توجهتان قرار بگیره و یک چیز را بفهمید. دوستای نازنین، اگر ما این را یک خط مستقیم یا خط برگ فرض کنیم، رسیده بودیم به حروف همزه، بعدم یا، بعد از یا هم یا را تکرار میکنم، یا انواع مختلف دارد، یا و همچنین بعضی وقتا از یا هم استفاده میشه در آخری قدم. جیم مثلا اگر بای خواست نوشته کنیم، البته من مثال میزنم، ولی بخواید بای نوشته کنیم ولش به خاطر نبودی جای از استفاده میکنم. خیلی زیبا میکنم. امیدوارم که متوجه شده باشیم. گرچه من اینجا میزیم خیلی نیست، فقط یک بولیش بسیار کوچک هسته و دستیم صدقه میخوره، اما اگر میز باشه، جای مناسب باشه، بسیار به مو آب و تابش نوشته میشه. سلام دوستای نازنین، این بار رسیدیم به حرف لام. یک الف کلانتر، بله تکرار میکنم، الف کلانتر، لام، میم، میم، نون، نون، واو بالای خط می آمد، واو تکرار میکنم، واو، هگردک، هی دو چشمه، هی دو چشمه. امیدوارم که متوجه حرکات شده باشین. تشکر از توجهتان. سلام دوستای نهایت گرامی، امیدوارم که جور و سر حال صحتمند باشید. عزیزای دل، امی چندین حروفی که بالای خط برق قرار میگیره من می‌نویسم، متوجه باشین. نخست الف، ب، ت، س، پ هم بالای خط برق نوشته میشد، فقط نقاطش پایین خط. دال و زال، ر و ز و ژ، تا و زا، ف، ف، کاف و گاف، کاف گاف، واو، هگردک، همزه، یک یا داشتیم. یعنی مقدار حروف بالای خطی برنوشته میشه. اما حروف هایی که نسبش بالا و نسبش پایین از کجا شروع میکنیم؟ از جیم. جیم، چه، ه، خ، همچنان سین،
سین و شین، صاد و زاد، قاف، لام، میم، نون، یا. اینا کلا هم بالای خط را در بر میگرفت هم پایین خط را. امیدوارم که متوجه شده باشین دوستای عزیز. اید از زیبایی هم خیلی نقش دارم، باید قانون مراعات کنند در زمان نوشتن خطات.